در خارج را بررسی کرده به مسئله اشتراک آنها در انتخابات در پیش ساده پارلمانی تاجیکستان تمرکز نمودند. ضمن برآمد خود سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه امام‌الدین ستاروف در جمع حاضرین برآمد نموده اهمیت و مهمیت اشتراک هر یک شهروند کامل حقوق تاجیکستان را در روند برگزاری انتخابات مهم ارزیابی کرد. یادآور گردیده شد که شهروندان جمهوری تاجیکستان که در خارج قرار دارند علل خصوص در حدود اشتراک آنها در انتخابات در پیش ساده پارلمانی تاجیکستان تمرکز نمودند. ضمن برآمد خود سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه امام‌الدین ستاروف در جمع حاضرین برآمد نموده اهمیت و مهمیت اشتراک هر یک شهروند کامل حقوق تاجیکستان را در روند برگزاری انتخابات مهم ارزیابی کرد. یادآور گردیده شد که شهروندان جمهوری تاجیکستان که در خارج قرار دارند علل خصوص در حدود اشتراک آنها در انتخابات در پیش ساده پارلمانی تاجیکستان از اشتراک وسیع خود و اظهار باوری خویش از جریان برگزاری شفاف و عادلانه و دموکراتی انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، وکیلان خلق ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت‌ها شهر دوشنبه و شهر و ناحیه‌های تاجیکستان سخن گفتند. یادآور می‌شویم که انتخابات به پالاتای پایانی پارلمان تاجیکستان و اینچنین مجلس محلی وکیلان خلق یکم مارس سال روان برگزار می‌شود. برای 63 ماندات وکیلی 241 نامزد مبارزه می‌برند. در بین نامزدها رسما به قید گرفته شده برای وکیلی پالاتای پایانی پارلمان 48 زن نیز هست. الحال طبق معلومات پیشکی 4.7 میلیون آوازدهنده به قید گرفته شده است. بولتن‌های آوازدهی باشد با 4 زبان: تاجیکی، ازبکی، روسی و قرغیزی نشر کرده خواهند شد. نتیجه های پیشکی انتخابات به پالاتای پایانی پارلمان تاجیکستان احتمالاً 2 مارس اعلام کرده شود. ادامه خبرهای روز را مستقیما میشنوید. کمیسیون مرکزی انتخابات و راهپرسی تاجیکستان یک نامزد را از حق اشتراک کردن در انتخابات در پیش استاده پارلمانی محروم کرد. کمیسیون مرکزی انتخابات و راهپرسی تاجیکستان قرار درباره بیکار کردن قرار کمیسیون حوزوی انتخابات عاید به انتخاب وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از حوزه انتخاباتی جلال الدین بلخی از 6 فوریه 2020 سال را درباره به قیدگیری نامزدی اکمال‌الدین کریموف همچون نامزد به وکیلی پارلمان تاجیکستان بیکار کرده است. شورای ناظران پس از آموزش قرار کمیسیون نام برده و حجت‌های پیشنهاد کرده نامزد به وکیلی پارلمان اکمال‌الدین کریموف مقرر گردیده است که نام برده هنگام به قیدگیری همچون نامزد به وکیل مجلس نمایندگان به سن 30 درآمده است. کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان هنگام سنجش حجت‌های اکمال‌الدین کریموف معین کرده است که او 30 سپتامبر سال 1991 تولد شده است و قانونگذاری کشور تنها شهروندان از 30 ساله بالا را حق پیشبری نامزد به وکیلی پارلمان می‌دهد. آمده است در خبر کمیسیون مرکزی انتخابات و راهپرسی تاجیکستان. نماینده بانک جهانی یان پیتر آلترز از وضع اقتصادی تاجیکستان در سال 2020 خوشبین بوده سال 2020 را سال حل کننده در گردش اقتصادی تاجیکستان مینامد. طبق گفته‌های نماینده دائمی بانک جهانی، موقع کنونی تاجیکستان ضروریت برطرف نمودن همه مانع‌ها به صاحبکاران وطنی و خارجی، توسعه تجارت، رشد بخش خصوصی و جلب سرمایه‌گذاری خارجی میباشد. یان پیتر آلترز این سال را سال بنیادی میشمارد که در آن تاجیکستان از چاره‌های جوابی در دوره پس از بحران به سمت دیگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی قدم می‌نهد. در مرحله نوبتی رشد در اقتصادیات تاجیکستان، رشد بخش خصوصی و فراهم کردن شرایط مساعد خدمت‌رسانی، مال‌های استحصال شده وطنی به خارج و گرفتن فایده دوچند از صادرات مال‌ها، تشکیل جای‌های نوکاری و اندازه‌پوری یک کرته به هدف‌های پیشرفته کشور مساعدت خواهد کرد، گفته است یان پیتر آلترز، نماینده دائمی بانک جهانی در تاجیکستان. همچنین علاوه شده است که تلاش‌های مقامات عاید اصلاحات در سمت انداز و اندازبندی و سبکی‌های داده شده به اندازپرندگان وطنی و خارجی در رشد زیربنایی اقتصادی تاجیکستان نقش مثبت می‌بازد.
یادآور می‌شویم که تحریر نو کدکس انداز تاجیکستان با نظرداشت تکلیف‌های اندازپارندگان بخصوص بخش خصوصی تهیه شده است. انتظار می‌رود که قانونگذاری نو انداز کشور از ماه سپتامبر سال جاری مورد عمل قرار بگیرد. خبرهای روز را مستقیما روی موج رادیوی موجر شنیده اید. مقامات قزاقستان تصمیم گرفتند که دادن کواتا برای قوای کاری خارجیان را در حدود این کشور ممنوع کنند در صورت در بازار مهنت دسترس بودن متخصصان قزاقستانی. در این باره سنترال آسیا خبر می‌دهد. بیرژان نورمبتوف وزیر مهنت و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری قزاقستان گفته است که از 48,700 کواتا در سال 2019 برای جلب قوای کاری خارجی 25,500 اجازه‌نامه داده شده است که الحال آن طلباتی که بازار مهنت قزاقستان دارد 80% با متخصصان وطنی تامینند. در سال 2020 وزارت مهنت و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری قزاقستان دادن کواتا برای قوای کاری خارجی را نسبت به سال 2019 40% کم کرده است که 29 از 3,000 کواتا را تشکیل می‌دهد. لایحه قانون جمهوری قزاقستان عاید به تنظیم روندهای مهاجرت تهیه شده است و آن برای بررسی به پارلمان پیشنهاد گردیده است. در آن درخواست برای گرفتن اجازه استقامت شهروندی در قزاقستان پیش بینی شده است. همچنین پیشنهاد شده است که در عهده کارفرمایان عوض کردن کارگران بلند اختصاص خارجی با کارمندان محلی در صورت ضرورت بودن اجازه داده شود. اجازه‌نامه‌ها برای خارجیان باید تنها در صورت نبودن متخصصان در بازار داخلی مهنت قزاقستان داده شوند، گفته است بیرژان نورمبتوف وزیر مهنت و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری قزاقستان. در تاجیکستان یک گروه کاری در صدر مقامداران دولتی، کارمندان حفظ حقوق شناسان، جامعه شناسان به تهیه لایحه قانون درباره حمایت از تعویض پرداختند. در این باره آزیا پلیوس با استناد به منبع خود در پارلمان تاجیکستان خبر می‌دهد. گفته می شود که تشکیل گروه کاری و تهیه لایحه قانون درباره تعویض با سفارش مخصوصی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شروع گردیده است. با گروه کاری در برابر کارمندان مقامات حفظ حقوق شناسان و جامعه شناسان، نمایندگان وکالتدار عاید به حقوق انسان و وزارت عدلیه، نمایندگان پارلمان شامل می باشند. در نظر است که لایحه قانون پیش از پیشنهاد به حکومت و پارلمان باید با اشتراک جامعه بخصوص با نمایندگان جامعه شهروندی جمهوری وسیع محاکمه کرده شود. با تهیه کنندگان قانون آن باید با تلاش‌های دولت در حفظ حقوق‌های شهروندان از نمادهای نژادی، مذهبی، اجتماعی و دیگر تعویض مساعدت کند. هنگام تهیه قانون‌ها تجربه کشورهای خارجی آموخته می‌شود. قید گردیده است در خبر. سامعین ارجمند، در فرجام نشر خبری این ساعت شما را با یک اعلان نیز آشنا می‌سازیم. شام جمعه 21 فوریه سال 2020 ساعت 18 به وقت مسکو در استودیو مرکزی رادیو موجر پخش مستقیم برنامه حقوق شما با اشتراک حقوق شناسان ساحه مهاجرت دایر می‌گردد. شما می‌توانید سوال‌های خود را وابسته به حالت گرفتن منزل اقامتی بود و باش در قلمرو فدراسیون روسیه، به رسمیت ضروری حجت‌ها طبق طلبات قانونگذاری مهنت به کار درآمدن و از کار خارج گشتن، گرفتن مزد مهنت از کارفرما و یا کاردهنده، حمایت خود در مقامات سودی، مناسبت با پلیس هنگام واخوردن و یا مراجعت و گذشتن خط سرحد دولتی به رادیو موجر طریق اس پیامک در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، ایمو، کانتاکت و در واتساپ با شماره 8965 151 0410 8967 111 5646 سوال خود را بفرستید و در جریان برنامه که با پخش مستقیم